سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. من سروش هستم و توی این ویدیو و این کانال میخوایم که بهتون آموزش حل این روبیک رو بدم. این روبیک و روبیک های مشابهش مثلا 3x3، این که خودش 3x هست، 4x4، 5x5، حجمی، فیشر، 2x2 و روبیک های دیگر رو بهتون آموزش رو بدم. فعلا بریم که آموزش اینو به صورت مبتدی بلد کنیم. بریم، لیتس گو. خیلی خب بچه، الان اومدیم که آموزش اینو بهتون بدیم. خب اول از همه اینو خراب میکنیم. خیلی خب دیگه به اندازه کافی خراب شد. خب اولین قدم و اولین گام در آموزش حل روبیک اینه که بیایم یه مثبت درست کنیم. حالا با هر رنگی که دلتون خواست، ولی رنگ سفید رو تو اولویت قرار بدید. یعنی اول از همه بتونیم با رنگ سفید درستش کنیم بهتره، کارمون ساده‌تره. خب بریم که مثبت رو با سفید درست کنیم. میایم این گوشه هاشو باید بندازیم. فعلا یه گوشه اینجاست، اینو میاریم بالا، این یه طرفش. یکی دیگه هم اینجاست، اینم میاریم بالا. یکی هم اینجاست، اینم همینطور. این که اینجاست رو باید بیاریم بندازیمش اینجا. این ماره رو اینطوری بیاریم. اول اینو میدیم سمت چپ، اینو میدیم بالا. خب قدم بعدی در حل روبیک اینه که بیایم گوشهاشو با مرکز پایینش همرنگ کنیم. یعنی اینجا الان قرمزه، اینجا باید قرمز باشه. اینجا سبزه، اینجا باید سبز باشه. این الان درسته، اینم درسته. خب برای این دوتا که خرابه یه فرمولی هست، دقت کنید دوستان. باید این دو طرفی که خراب هستن رو بدیمشون پایین. دو ردیف میدیم پایین. 1 2. اینم همینطور 1 2. خب حالا اینجا رو که صفحه هست رو میگیریم زیر دستمون، میچرخیم. این دو ماره بودن دیگه، درسته؟ خب حالا جاشون رو با هم عوض میکنیم. این قرمز رو میاریم روی این، میدیم این سر جاش. اون سبز رو هم میاریم رو خودش، این هم میدیم سر جاش. خب حالا میبینید آبی درسته، نارنجی، سبز و قرمز. خب اینم از مرحله دومش. بریم برای انداختن گوشه ها و تکمیل کردن ردیف اول. خب اول از این باید مرکزها رو با سفید رو در نظر بگیریم. اینجا نارنجی، اینجا آبی، اینجا سفید. بعد یه موره پیدا کنیم که سوجش یا یه سفید داشته باشه، یا آبی یا قرمز. میگردیم میبینیم کجاست. اینو از اینجا در میاریم، میبینیش اینجا. این سفید الان باید بره این بالا، کار خاص نره. اینو درشو باز میکنی، اینو میدی داخل، در رو میبندی. به همین راحتی این مورم سرجا انداختیم. بریم برای بعدی. اینجا چی میخواد؟ سبز و نارنجی و سفید. میگردیم ببینیم کجا داریم. ایناش، این زیر، اینو میبریم زیرش. ایناش. الان این سفید زیری باید بیاد این بالا. خب یه بار در رو باز میکنیم، 2 بار برمیگردونیم، در رو میبندیم. خب الان این اینجاست، میچرخونیم شیور، افتاد زیرش. در رو باز میکنیم، اینو برمیگردونیم، در رو میبندیم. این مورم برای سر جاش افتاد. میریم برای بعدی. اینجا سبز و قرمز میخواد، این بالاش هم سفید. میاریم این کجاست؟ این مورش اینجاست. خب میاریم زیرش. الان اگه اینجا در رو باز کنیم این میره. باید اول بدیم سمت راست، در رو باز کنیم، برگردونیم، در رو ببندیم. اینم از این. بریم برای موره آخر. اینم که موره آخره رو اینجا جا میزنیم، در رو باز میکنیم، برمیگردونیم، در رو میبندیم. خیلی خب اینم از ردیف دوم. سطح سفید و ردیف دوم رو کامل حل کردیم. مرحله بعدی انداختن این گوشه هاست، یعنی تکمیل کردن ردیف دوم. خب بریم که اینم انجام بدیم. خب ببینید دوستان، برای انداختن این مورا اول باید پیداشون کنیم. اینجا یه آبی میخواد، یه نارنجی. نارنجی و آبی اینجاست. الان این دقیقا سر جاشه. خب الان به این فرمول که میخوایم بزنیم باید دقت کنید که این ماره کجا باشه. این ماره اینجا جاش درسته که اینطوری حرف تی برعکس انگلیسی رو درست میکنه. اینو میخوایم بندازیم اینجا. خب اول میدیمش سمت راست.
چرا سمت راست؟ چون میخوایم بندازیمش سمت چپ. اینو میدیم سمت راست، در رو باز میکنیم، برمیگردیم، در رو میبندیم. الان این دوتا افتاد کنار هم. حالا روبیک رو میچرخونیم این سمتی که میخوایم مارا رو بندازیم، میدیم سمت چپ، در رو باز میکنیم، برمیگردونیم، در رو میبندیم. به همین راحتی. اینم مارا هم افتاد سر جاش. بریم برای بغلش. اینجا یه سبز و نارنجی میخواد که اینجا هستش مارش. همین کار دوباره انجام میدیم. میدیم سمت راست، در رو باز میکنیم، برمیگردونیم، در رو میبندیم. حالا خودمونم میریم اونور. میدیم سمت چپ، در رو باز میکنیم، برمیگردونیم، در رو میبندیم. به همین راحت این دو ماره سر جاش انداختیم. بریم برای دو ماره آخر. اینجا یه آبی و قرمز میخواد. اینجاست. این هم میخوایم باز بندازیم اینجا. میدیم سمت راست، در رو باز میکنیم، برمیگردیم، در میبندیم. ببینید میریم این سمتی، میریم سمت چپ، در رو باز میکنیم، برمیگردیم، در رو میبندیم. خب این ماره هم سر جاش افتاد. بریم برای آخرین ماره. اینو میخوایم بندازیم اینجا. الان این فرق میکنه. این سبز و قرمز رو باید بندازیم اینجا، میدیم سمت چپ چون میخوایم بندازیم سمت راست. یکی میدیم سمت چپ، در رو باز میکنیم، برمیگردیم، در رو میبندیم. و این هم توش چون میخوایم بندازیم سمت چپ، خودمون هم میریم سمت چپ، میدیم سمت راست، در رو باز میکنیم، برمیگردونیم و در رو میبندیم. خیلی خب بچه، سطح سفید و دو ردیف اول ما کامل شد. این هم بود آموزش قسمت اول هر روبیک. برای آموزش های بعدی یه سر به پیج ما بزنید. تا آموزش های دیگه، خدا نگهدار.